آیا می خواهید به خانواده، اقارب و دوستان خود در افغانستان از سراسر جهان کردیت ارسال کنید؟ کافی است اپلیکیشن شاد آنلاین را از پلی استور دانلود کنید. مراحل ساده ثبت نام و ارسال کردیت. پس از نصب و باز کردن اپلیکیشن روی گزینه راجستر کلیک کنید. از میان گزینه‌های موجود ثبت نام با شماره موبایل یا ایمیل آدرس را انتخاب کنید. به حیث نمونه ما شماره موبایل را انتخاب می‌کنیم. شماره موبایل خود را وارد کرده و روی ریکوست OTP کلیک کنید. سپس کدی را که به موبایل شما ارسال شده است را تایپ کنید. در اینجا برای حسابتان پاسورد اضافه کنید و در این قسمت با استفاده از شماره موبایل یا ایمیلی که قبلا وارد کرده اید و پسوردی که تعیین کرده اید لاگین شوید. چطور کردیت ارسال کنیم؟ پس از ساخت حساب کاربری روی گزینه Let's Top Up کلیک کنید. شماره ای را که می‌خواهید به آن کردیت ارسال کنید را وارد کرده و گزینه Proceed را کلیک کنید. مبلغ کردیت مورد نظر را نوشته و روی Continue کلیک کنید. سپس روی چک اوت کلیک کنید. روش پرداخت خود را انتخاب کنید. به عنوان نمونه ما ماسترکارت را انتخاب می‌کنیم. اطلاعات کارت خود را وارد کرده و در نهایت روی پی کلیک کنید. تمام شد. حالا می توانید به آسانی کردیت ارسال کنید.